حساب $100 مدیریت معامله میخواد، نه مدیریت سرمایه. ببین $100 با یه اهرم 1/100 یعنی هر لحظه احتمال کال مارجین شدنت هست. پس چرا باید حساب $100 باز کنی؟ اول از همه اینکه خودتو میشناسی. دوم اینکه مدیریت معامله رو یاد میگیری. برای اینکه خودتو بشناسی باید ژورنال بنویسی. فقط خودت میتونی خودتو تحلیل کنی. هیچ کس دیگه‌ای برات وقت نمیذاره. اما برای اینکه مدیریت معامله رو یاد بگیری باید سفت و سخت معامله کنی. حساب $100 صبر نمیخواد. یه اشتباه میتونه آخرین اشتباهت باشه. اینجا باید بیرحم باشی. باید یاد بگیری که وقتی معامله رفت توی ضرر فلج نشی. یه وقت بگی این معامله بلند مدته. باید سریع تحلیل کنی، ببینی حد اکثر چقدر ضرر میکنی، کجا باید معامله رو ببندی. نمیتونی منتظر معجزه بشینی که. باید تو اولین فرصت ضرر معامله رو خنثی کنی. پولشو نداری که به بازار اجازه بدی با معاملت بازی کنه. همین که معاملت رفت توی سود، سریع ریسک فری کن. نترس. اگه معامله بدون سود و زیان بسته شد، قصه نخور. با این معامله قرار نبود ثروتمند بشی. دنبال یه معامله دیگه باش. این کارو تکرار کن. بعدن که آمار معاملاتتو نگاه میکنی میفهمی که حساب $100 چه نعمتیه. سفت و سخت معامله کردن و فقط با یه حساب $100 یاد میگیری.